ضمن نشست گفته شد که در حدود ناحیه اسماعیل سامانی 31 عدد مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی از جمله 17 عدد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی بودجتی، 2 عدد لیسه و گیمنازیاها و 12 عدد مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی، لیسه و گیمنازیاهای نزد اداروی و غیر دولتی فعالیت می‌نمایند. ابراز شد که در دوره حساباتی شماره عمومی خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه 37614 خواننده را تشکیل داده، شماره عمومی آموزگاران باشد در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه 1728 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت همین دوره سال گذشته 6 نفر زیاد می‌باشند. در سال‌های خوانش 2024-2025 در دوره ناحیوی المپیاده‌ها شماره عمومی اشتراکچیان 4354 نفر را تشکیل داد که نسبت همین دوره سال گذشته 790 نفر زیاد میباشد. همزمان ذکر گردید که از جمله در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است 15 نفر سزاوار جایهای یکم، 30 نفر سزاوار جای دوم و 43 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت باشد 26 نفر خواننده سزاوار جای یکم، 49 نفر جای دوم و 70 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. اینچنین در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من نیز 24 نفر سزاوار جای یکم، 39 نفر سزاوار جای دوم و 33 نفر جای سوم گردیده. همزمان غالبان در دور شهری آزمون مذکور اشتراک نموده 6 نفر سزاوار جای یکم، 12 نفر سزاوار جای دوم و 19 نفر سزاوار جای سوم گردیده. در مجموع 37 نفر به دور جمهوریوی را خط یافتند. یادآور شدند که در ناحیه 33 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت دارند